افشای راز ملکه در بند با زنی آشنا شوید که حتی پشت میله های زندان هم بر یک امپراتوری فرمانروایی می کرد. تختش را از دست داده بود. بریک تایم پانفانتایش تازه داشت. شروع می شد در صفحات پنهان تاریخ ایران. زنی بود که آزادیش را از دست داد، اما هرگز نفوذش را. نه تاج و نه تختی داشت، اما از تاریکترین سیاهچالها رشته‌های قدرت را در دست گرفته بود. انگنگ. در حالی که دیگران زندان را پایانکار می‌دیدند، او آن را آغازی جدید می‌دید. دستوراتش از پشت دیوارهای سنگی عبور می‌کرد، حرفهایش وفاداری ایجاد می‌کرد و اراده‌اش سرنوشت‌ها را شکل می‌داد. خب راز او چه بود؟ قدرت واقعی به عناوین نیست، به نیروی اراده شماست. بریک تایم پوینت گانتینگ. می‌خواهید بدانید او که بود. با ما همراه باشید تا داستان باور نکردنی او را کشف کنید.